کتاب مصباح الفقاه ما بارها اینو نشون دادیم. در این کتاب در صفحه 497 در اینجا میگه که ثبت فی الروایات، در روایات ثابت شده که والعدیه و زیارات، در کتاب‌های دعا و زیارتشون که شاید بعضیا بگن که خب در عربستان سعودی میان این کتاب مفاتیح الجنان رو از حجاج میگیرن و اذیت میکنن، نمیذارن این کتاب. به خاطر اینکه کتابای شما طبق اعتراف علماتون مملو از تکفیر مسلمان هاست. تو میای در کشور من به تو احترام میگذارم، بهت ویزا میدم، بهت جا، مکان، خوراک، همه چیز، احترامت هم میذارم، اما تو در دستت کتابی رو گرفتی که در اون کتاب من رو کافر میدونی. چه توقعی داری از من؟ بگم دست درد نکنه. بله، میگه که در روایات و ادعیه و زیارات ما ثابت شده که جواز لعن المخالفین، مخالفین خودمون رو لعن بکنیم. گفتیم که اینا هر کسی که مخالف باشه اینو تکفیر میکنن. وقتی که لعن کردی یعنی اون رو مستحق جهنم دونستی، خلاص دیگه قضیه تموم شده. وقتی کسی تو میخوای لعن بکنی دیگه راهی برای برگشتش نیست. و وجوب براء منهم، و واجب بودن این که ما از آنها اعلان براءت بکنیم. و اکثار سب علیهم، فوش زیاد بهشون بدیم. این عجیبه که اکثار گفته، کلمه اکثار خیلی. این تنها مذهبی است در دنیا که در این مذهب شما با فوش دادن به الله نزدیک میشید. والعیاذ بالله. اینایی که میبینید در شبکه‌ها زنگ میزنن، فوش میدن، توهین میکنن، در حقیقت دارن چیکار میکنن؟ مثل اهل سنت که میرن در مسجد، میرن نماز میخونن، تلاوت میکنن، قرآن میخونن. اینا دارن با این فوش دادناشون قربتاً الی الله دارن به الله نزدیک میشن. البته اون الهی که در اون کتاب نعمت الله جزایری گفت که البته خدای اونا خدای ما نیست، طبق اعتقاد خودشون. و اتهامهم، تهمت بهشون بزنید. یعنی حتی کمونیستا، ملحدا، اونایی که در جنگل‌های آمازون زندگی میکنن، اونایی که هنوز از تمدن بیخبر هستن و با همون آلت بدایی دارن زندگی میکنن، حتی در نزد اونها هم تهمت زدن به افراد قبیله خودشون جرم محسوب میشه. اما تنها دین و مذهبی که تهمت زدن به مخالف عبادت هست، جواز داره، بلکه زیاد باید تهمت بزنن، دین شیعه است. والبقیت فیهم یعنی غیبتهم، لانهم من اهل البدع والریب، به خاطر این که از اهل بدعت و ریب هستن. بل لا شبهه فی کفرهم، مخالفین ما اصلا شبهه‌ای نداریم که اونا کافر هستن. ای کاش میگفتن که بلکه اونها کافر هستن، شاید که بعضیاشون مسلمان باشن. لا شبهه فی کفرهم لان انکار الولایه والائمه، ببینید در اینجا خیلی مهم هست این مسئله، لان انکار الولایه والائمه حتی واحد منهم، انکار ولایت و انکار ائمه، حتی یکی از آنها، و الاعتقاد به خلافت غیرهم، اعتقاد به خلافت غیر از ائمه، یعنی ابوبکر و عمر و عثمان رو شما خلیفه بدونید، و بالعقاید الخرافیه کالجبر و نحوه یوجب الکفر و الزندقه، اینا اعتقاد داشتن به عقاید غیر شیعه. بعد میگه اینا چی میکنه؟ واجب میکنه کفر و زندقه رو. دقت بکنید در اینجا، یوجب الکفر و زندقه و تدل علیه الاخبار المتواتره، و دلالت میکنه بر این اعتقاد ما چی؟ اخبار متواتر ظاهری که فی کفر منکر الولایه، در کفر منکر ولایت ائمه. درست. 100 تا خدای دیگر رو بیار کنار خدا قرار بده، اعتقاد به این داشته باش که مثل اون آخوندی که میگه خدا 14 تا خدا مثل خودش آفریده که همه صفات خدایی رو دارند، اینا شرک نیست. اما شما اگر یکی از امامان رو انکار بکنی چی میشی؟ شما مشرک میشی به الله سبحانه و تعالی. این اعتقاد علمای شیعه هست، اعتقاد استوانه های علمی اینها هست، اعتقاد مراجع اینها هست، و هیچ عالم شیعی وجود نداره که غیر از این چیزو اعتقاد داشته باشه، بلکه این یک حقیقتی است که بارها ما گفتم.